هلو. های. های. خوبید خانم جان، خوش آمدید. خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. قدم رنگی فرمودید. خیلی ممنون. امرتون چی بود؟ بند و ابرو میخواستم. بند و ابرو میخواستید؟ بفرمایید، در خدمتیم. شما انجام میدید؟ بله، مگه چیه؟ مگه من چمه؟ بله، خیلی خوبم انجام میدم. بفرمایید. حالا ندیدم که آقا انجام میدم. خب ندیده، حالا میبینی. ببینی چطور انجام میدم. ماشالله، خوش آمدید. چه کت و کواره‌ای. چه موهای قشنگی. خب میخوام فقط بند به ابرو میزنم یا به صورتیتم بزنم؟ میخوام که ابرومو فقط بردارید. فقط ابروتون میخواسته برداری؟ بعدم اگر شد برام موهامو یه مقدار شد خیلی کم کوتاه کنید. حتما در خدمتیم، در خدمتیم. لطفا یه کمی بخوابید. یعنی منظورم کلتو رو چسبونید به اینجا. ماشاءالله، خیلی قشنگه. خیلی ممنون. یه بند ابروی واسهتون بیندازم، چه ابروهای قشنگ داره ها. خیلی قشنگه. لطفا کمونی بردارید. چی مونی بردارم؟ کمونی. یعنی اینطوری صاف نمیخوام، مدل 8 میخوام. آها، مثلا مثل کمان باشه، میخواد باید تیراندازی کنی ها؟ حتما. کجا تیراندازی داره؟ امشب پارتی دارم. ماشاءالله، انشالله خوش بگذره. جای ما خاله. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ماشاءالله، ابروهات واقعا قشنگه ها. خودش که کمان داره. میخوای کمان دیگه اضافه کنه؟ شما تیرشو بهش اضافه کنید. حتما. شما تنها اینجا کار میکنی؟ والا حالا تنهایم. دوست دارم، خیلی دوست ندارم دور برم شلوغ باشه. حالا تنها. شما چه؟ شما تنها زندگی میکنی یا با کسی هستی؟ نه، من با مادر، با خانواده زندگی میکنم. با خانواده؟ یعنی بچی نداره؟ چی شد؟ لطفاً یه خورده یواش. چشم، چی شد؟ دستم که خیلی خوبه. همه دستای منو خیلی دوست دارن. میگن دستاتون خوبه ولی بندتون درد میاره. آخه تقصیر من نیست عزیزان. این بند خودش یک کمی مشکل داره. منم دستم بهش میخوره مشکلش زیادتر میشه. ولی سعی میکنم خوبتر بگیرم که همیشه بیاید ما در خدمتتون باشیم. گرش رو زیاد سفت نزنید گردنتون. چشم، ما هم نوز کردن من عادت کرده. ببخشید چرا این حرف رو فرمودید؟ خطرناکه. به خاطر خفه بشم؟ بله. منظور اینه که خفه نشم ها؟ بله. بله. ببخشید شما یک سوال خیلی خصوصی، البته خصوصی هم نه ولی کمی خصوصیه. شما تنهایید یا منظورم بچه چه نداره؟ من ازدواج نکردم. تو رو خدا اصلا ازدواج نکردی ها؟ نه. خیلی خوبه، واقعا خوشحال شدم. چرا؟ خب دیگه ببخشید دیگه آدم بعضی موقع دست خودش نیست. یهو مثلا من خودم ازدواج نکردم، یهو میشنم یکی هم ازدواج. شما هم ازدواج نکردید؟ بله خوشبختانه منم نمیدونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه، ولی خب ازدواج نکردیم. امیدوارم شما هم خلاصه. چه آدمای خوشبختی هستیم ما. جدی چطور خوشبخت شدیم؟ من نمیدونستم. آدم وقتی ازدواج نمیکنه خوشبخته. اوه یعنی وقتی ازدواج نکردم ولی من خیلی احساس خوشبختی نمیکنم. دوست دارم ازدواج کنم. حالا امشب شاید تو پارتی رفتم یک نفر خوب باب میلم بالاخره پیدا شد. یعنی میخواد پارتی بری اونجا باب میل پیدا کنه؟ بله. آها، و کاش که ما هم بتونیم باب میل خودمون یکی رو پیدا کنیم، ولی بدبختانه ما شانس نداریم. به هر چی دست میذاریم یهو فرار میکنه. یا پارتی داره یا دوست داره یا نامزده یا عروسی نمیکنه. اینه که همش بیزم مونده. امیدوارم پارتی شما پارتی ازت بیسازم نتونی تا اون داره پارتی بدی. خب بله ماشاءالله چه ابروهای داره ها. ابروها تو واقعا خوشگل کردم. خیلی خوشگلیش کردم ها. بله. ببخشید. آقا
چی کار خیلی می‌کنی؟ به خدا خیلی معذرت میخوام. این موهای صورتی رفته بود اونجا، من خواستم درش بیارم. شما میدونی اگه زن داشته یه همچین کار میکردی زنت چی کارت میکرد؟ خب من زن خب زن ندارم، چی کارم میکنم؟ میگفتم نگفتم دستم میخورد اونجا. خیلی معذرت میخوام. بدبخت شدم به خدا. کار کنم باشه من خراب کردم. خب ببخشید من این صندلی رو کمی میچرخونم. خیلی ممنون. من ابروهای شما رو چیدم، فقط موهاتو میخوام ببینم چقدر میخواد بچینی. میتونم ابرومو ببینم؟ والا اگه اجازه بدی موهاتو بعدا میچینم، همه تموم بشه بعد همه رو با هم ببین. میخوام تغییر که کردی بفهمی چیه. یه دونه شیرینی هم من بهت میدم، در این چیدن موها خودتون با این مشغول کنید. خیلی ممنون، با اینکه رژیم دارم باش. خیلی ممنون که قبول کردی. حالا میتونی صاف بشینی. خیلی ممنون که قبول کردی من دست به ابروهات بزنم. لطفاً زیاد برام کوتاه نکنید. یعنی منظورتون فقط یه ذره نوکاش رو بگیرم ها؟ بله حتما. یه موی وسط بچینم حس کنه دیگه پارتی نره. بله خیلی خوش آمده. ببخشید من این پارچه ها رو دور گردنت ببندم که موها تنتو کثیف نکنه، این تن خوشگلیت را. مرسی. ماشاءالله چه موهای داری ها، چند رنگی. موهات خیلی قشنگه، خیلی زیباست. فقط میخوان نوکشو بگیرم دیگه. فقط یه خورده نوکشو. آهانه نوکش. منظور از اینجا نوکشی دیگه. بله. یا خب شما با همه اینقدر شیرین صحبت میکنید؟ والا من خودمان شیرین نیستیم ولی همه میگن شیرینی. نمیدونم چجوریه، هم شیرینیم هم ناشیرینیم، ولی خب بعضی موقع شیرین میشیم. وای دادم ببخشید ها، شما شیرینیتون رو داره میخوره ها؟ بله. پس خوشبختانه شما هم مرید نکردی، یعنی ازدواجی در کار نیست ها؟ نه من ازدواج هنوز مرد مورد علاقمو پیدا نکردم. اگه پیدا کنی چیکار میکنی مرد مورد علاقتو؟ اگه ببینم باشه ازدواج میکنم دیگه. چیکار کردم من؟ وای دادم. این جهت نمیخوای ها؟ نه فقط پشت گردنی. چیکارش کنیم ما؟ مهم نیست. یک بلای سرش بیارم پارتیجی فراموش کنه. خب شما بعدش هم میخوام موهامو صاف کنیم. یعنی چطور رو صاف کنم؟ صاف بشه؟ از این صافتر میخوای؟ اونی که نوکشو زدی پشتش صاف بشه که میخوام بریزم دورم. میخواد بفهمم. خب والله موی نمونده صاف کنه، موهون خیلی حال شد. خب من کارم تموم شد. شما مثل این که شیرینی رو همه خورده از خوشحاله ها؟ چیکار کنم دیگه؟ قربانت میرم ایوالا. من ببخشید خلاصه من بفرما ببین ابروها چطور شد، چی شد؟ خوشتون؟ چیکار کردی آقا؟ خیلی خوش، به خدا خیلی خوشگله، نگاه کن خیلی خوشگله. این چه ابروی موهام کو؟ ابروهات هیچیش نیست به خدا، خیلی خوشگله. موهام کو آقا؟ موهام خودت گفتی کوتاش کن، منم زیاد کوتاش نکردم، فقط یک کمی کوتاش کردم، خیلی هم بهت میاد. نه ابرو برم گذاشتی نه مو. ابروهات هم در میاد به خدا. من میدونم در میاد. امشب من چجوری برم پارتی، چجوری برم خونه؟ خب پارتی نرو امشب. پارتی میخواد چیکار؟ امشب مهمون من با چند روزه، به خدا خیلی خدمتت میکنم.
او مای گاد نگاه کن. بلد نبودی آقا، میگفتی بلد نیستم. به خدا خیلی بلدم، مردم همه میان کارمو خیلی دوست دارن، دستمو دوست دارن. موهار خیلی قشنگه. من گفتم اینقدر بزنید، نگفتم که همه دست بزنید.